جوی هماهنگی دو کلمه است. در دو مصرع یادی یاری الکه این میشد موسیقی. هماهنگی که باشد موسیقی پیدا میشد. و باید شعر صدا تید وابسته به حالت شاعر، وابسته به همون حالت یک موسیقی سیمفونی باید به گوش رسد. در تحت هر یک کلام باید موسیقی نهفته باشد. اون میشود شعر. اگر بسیار اندیشه ها هست، بسیار عقیده ها هست که اونا با سخن عادی هم گفتند، لیکن در او شعریت نیست. اونا هنرمندانه باید شعر کرد. خیلی که استاد رودکی در هم بوی جوی میلیون کرده است. سنگ هم صدا دارد، رود هم صدا دارد، خب درخت هم صدا دارد. این مثلا در اینجا که شدیم این صداها نجوا دارند. نجوا به معنی صدا است. اون هر یک اندیشه صدا دارد. انسانی که اندیشه میکند او صدا دارد، او صدا به نوا مبدل میشد، نوا به موسیقی این سیمفونی. سخن همون وقت در خاطر میموند، شعر همون وقت در خاطر میموند که اگر موسیقی داشته باشد. و من بسیار دوست میدارم همون شعرهایی که خوشاهنگند. بعد یک چیز دیگر میخواستم اضافه کنم. همین شاعر وقتی که شعر میگوید او آهنگ غزل خود، آهنگ شعر خود رو انتخاب میکند. هر یک شعر آهنگ خودش را دارد، آهنگی که وابسته است به حالت اون شاعر، به اون وضع موضوع که موضوع در چیست، شادی است یا غم است، او آهنگ خودش را دارد. من از تاریکی شب آمدم دیر به سوی روشنی خانه تو. چو چشمی نیم پوشت نیم وا بود دری کاشانی کاشانه تو. خمیده نرمک روشنایی چو دستی مهربان بر شانه در. نهاده گرمک روشنایی کفی پرنور در پیشانه در. و گیسوی سیاهی شب ستاره گرهی روشنی در زلف در بود. و بختی بستم همچون کشاییش کلیدی روشنی در قلف در بود. ولیکن سخت پوشیدی دری خود بروی من به سوی آشنایی. زدم از درد فریاد که در ماند تگی در پنجه های روشنایی. و من همیشه همون شعرها رو انتخاب میکنم که همون زمان برای من نزدیک است. برای من همون در همون زمانه همیشه سرود در کار است. بنابراین من اکثریت شعرهای رحمت نظیر را از گازیت و از کتابهایشان ورق میزدم و کدام شعری که به من معقول میشد و به آن آهنگ میبستم و میخواندم. و این چنین میشد که یگان آهنگ تیار میشد، لیکن آهنگ شعر ندارد. بعد از آن به مثل سرودی برگ سبز، عشق اول داغ دل، عشق اول باغ دل، یعنی که یک سرود خوانده بودیم. به مانند همین سرود یک چند سرود نیز این طور هم شده بود. پیدا میشه این طور هم بود، این طور شده بود که یک چند
آهنگ پیدا شده بود لیکن شعر نداشت. بعد من خواهش میکردم که با همین آهنگ شعر نویسید. این خیلی حالات هم میشود. چشمی سیاه داری، شیرین نگاه داری، ناز و ادایی روشان، عشق پناهی داری. چشمی سیاه داری، شیرین نگاه داری، ناز و ادای روشان، عشق پناهی داری. ناز و ادای روشان، عشق پناهی داری. بیا شوم برایت فدا فدا فدای هوا هوا هوای هوای دلگشای. بیا شوم برایت فدا فدا فدای. چشمی سیاه داری، شیرین نگاه داری، ناز و ادایی روشان، عشق پناهی داری. چشمی سیاه داری، شیرین نگاه داری، ناز و ادایی روشان، عشق پناهی داری. ناز و ادایی روشان، عشق پناهی داری. در لب خود رازیدی بابو سمال داری. کرتای سال داری، سایلی بازار داری. در لب خود رازیدی بابو سمال داری. چشمی سیاه داری، شیرین نگاه داری، ناز و ادایی روشان، عشق پناهی داری. چشمی سیاه داری، شیرین نگاه داری، ناز و ادای روشان، عشق پناهی داری. 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 هر بار با عمق معنی شعر و غزل‌های رحمت نظری غوطه‌ور می‌شوی، با گوهر بیرون می‌آیی. آنها اکثراً با معنی‌های خاص، با سوگوارنگاری تازه، خوشاهنگی کلمات و عباره‌های و تدبیرها و قافیه‌های غیر چشم داشت خیلی ماهرانه گفته شدند که خواننده دلآگاه را به خود فرا می‌گیرد و او را به شاعر همدل می‌سازد. اونا رو بینید خیلی نقش و نگار زیبا. همین نقش و نگارهای ملی خیلی زیبا می‌نماید. بینید اگر یک دقت کنید هر یک نقش و نگار با حروف فارسی مانند است. یعنی که گلی خط است و این زیبایی هم خودش شعر است. شعر واقعا هم شعری که در چوب نوشته شده، کندکاری شده. ملیت گفتید، نقش و نگار ملی گفتید. در اشعار شما مراسم ها، آیین های خلقی خیلی زیبا تصویر یافته است. واژه ها و تدبیرهای خلقی هم نیز خیلی زیاد استفاده می شود. علمین خلقیت شعر، خود شعر و ملیت شعر رو معین می کند، زیبا می کند. خیلی بله، خیلی خوب گفتید. عموما من در محیطی رسم و آیین‌های مردمی به کمال رسیدم. هر یک قدم ما در آوان کودکی او وابسته بود به یک رسم و آیین که همون رسم آیین‌ها همیشه
در ترکیب خود سرود داشت، شعر داشت. مثلا آیین در بهاران گلگردانی ما همه سرود میخوندیم، در اونجا ترانه های مردمی رو از خود میکردیم. یا اینکه در توی ها هر یک قدم عروس و داماد این خودش شعر بود در نظر ما. سالهایی که مکتبخوان بودم، سالهای مکتبخوانی هم، بزرگترین مردم کولاب، بزرگترین شخصیت های کولاب در نظر من قاری نعمت الله سرنای نواز بود که در توی ها سرنای می نواخت، مردم به شور می آمد، رقص می کردند و ما کودکان هم در قطار اون به رقص می آمدیم. یعنی که استخوان ما از این موسیقی می تسبید. یا اینکه بابای نوروزی نی نواز بود، اون نی می نواخت، ما ساعت ها گوش می کردیم و از او یک بهره می برداشتیم و این موسیقی دوستی ما در باطن ما، در بنیاد ما یک مهر و محبت و احساس پاک و احساس نجیب را بیدار کرده است. آوان کودکی برای هر یک نفر دوستی من، همسال من، شخص بزرگ بود، معتبر بود که آن را میپرستیدیم. اگر کسی مثلا بابای ناسفروش رو تعریف میکرد، لیکن من بابای نعمت الله را که سرنای نواز بود خیلی میپرستیدم، زیرا تمام توی های ما به اشتراک آن کس نمیشد. وقتی که اون نفر سرنای می نواختن همه به جوش می آمد، همه به شور می آمد، استخوان همه می تسبید. یا وقتی که من ساعت ها می توانستم که نی نوازی بابای نوروز را گوش کنم، برایش ما لحظه حلاوت بود. یعنی که با تربیه من این موسیقی یک سهم خود را، یک مقام خود را دارد. سالهای پیش مردم به توی ها سوارا نمی رفتن. مثلا خانه ما که در لب سنگاب کولاب بود، یکی صدای دف می آمد، همه از حولی خود می برآمدن برای تماشا. می دیدیم که در اون طرف سنگاب یک روز زنها توی رفته ایستادند. دو نفر زن در پیش است و دو دایره در دستشون، دو دف دایره زنان می رفتند و از خفاشون یک کودک دیگر یا که یک نورس دیگر یک برچه رو کشالا میکرد و هم اگر چقدر دور هم باشد پیاده میرفتند. سرود دایره زنان میرفتند. اگر خود در جایی بود که رقص هم میکردند و همون ضرب دایره در من کوشش میکردم که در شعرهای من باشد. شه چنار ای سایبانی مردمی بی سایبان، ای درختی مهربان ای همزبانی بی زبان، نیمه نانم در میانم نیمه جان در نیمه را، از تو می پرسم دعا و از تو می خواهم پناه. موری کوری داغ گرما می خزد در پوستم، همچو موری پوست لاخت می گزد در پوستم. آه مانندی تو در مرزی که می سوزد گیاه، از سفیدی تنی خود پوست اندازم سیاه. از خمی گردون تو را در تن هزار و یک گره، میزند قسمت چنین